در جنوب تاجیکستان موسم جمع‌آوری حاصل خربوزه یکی از میوه‌های پالزی سرخریدار را شروع کردند. از جمله کشاورزان دهه سرخوبی ناحیه فرخار که با خربوزهای شیرین خود معروف است و روزانه چندین تن خربوزه میچینند و به کلاب و دوشنبه میفرستند. کار در این کشتزار از صبح آغاز می شود و تا امروزی ادامه می کند. در یک روز از این میدان ها تا 3000 یا 5000 دانه خربوزه جمع می آورند. даҳҳо навраси деҳаи сурхоб هم با فرا رسیدن فصل گرما таътили тобистонаи را با کشانیدانی خربوزه سپری می کنند تا برای سال تحصیل آینده حداقل لباس مکتبی بخرند. این زمان قیمت یک خربوزه در تاجیکستان از 6 تا 20 سامانی را تشکیل می دهد. تاجیکستان و به خصوص ولایت ختلان که کشاورزی یک ساحه مهم اقتصادی آن است، سالانه به خارج و به خصوص به روسیه ده‌ها هزار تن محصولات کشاورزی و از جمله خربوزه می فروشد.